بیاین بیرون. شاید در اولین نگاه باورش سخت باشه که ببری چنین عاشقانه خودش رو در آغوش انسان بیاندازه و یا دیدن خرسی که روی پا میسته تا بتونه این مرد رو ببینه. یه بوس با هم بده، یه بوس. مرد اسرارآمیزی که تمام حیوانات دهکده عاشقش هستن. 2 تا بچه شیرایین که توی قزوین به دنیا اومدن، یعنی دیگه میشه توی کتابا نوشت قزوین هم شیر داره. همه آقای نوری رو با لباس چریکی و پوتین‌های آماده‌اش میشناسن. اون یک کارآفرینه. چیزی که در امریکا یاد گرفتم این بود که آقا کشور ما امکانات یک قاره رو داره، پس اومدم اینجا قدرش رو بدونم، دنبالش باشم. فارغ التحصیل مهندسی عمران از آمریکا، متخصص زلزله و سازه‌های سنگین زیرزمینی و مهندسی رزمیه. لذت بردم تو مترو کار کردم. تحریم بود، خارجی‌ها حضور نداشتن. سخت‌ترین تونل‌های دنیا رو کندیم زیر تهران و راش انداختیم، بچه‌ها خودشون رو باور کردن. الان این قرار تحریم شه بشه. وقتیه که ما میتونیم حرکت کنیم، وقتی که میتونیم خودکفا بشیم. افسر مهندس متروی تهران که پس از 40 سال خدمت 6 سال پیش تصمیم میگیره به همراه خانواده به قزوین بیاد. در خانه‌ای که ما زندگی میکردیم حدود 500 حیوان داشتیم که اونها عضوی از خانواده ما بودن. در دهکده طبیعت تیمار و احیای نسل حیواناتی است که دوباره به طبیعت برمیگردند. کارهای درمانی دهکده با مشاوره دامپزشکای برتری که تو سطح کشور داریم انجام میدم. مرد 60 ساله‌ای که تونسته 1000 نفر رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم اینجا مشغول به کار کنه. 3 ساله که اینجا تو دهکده طبیعت بالاجین مشغول به کارم. سلام کن بابا. حدود 8 ماه هم هستش که با توله شیرای کار میکنم. یه بچه اقتصادی مزرعه‌ای آموزشی که روی نژادهای گوسفند، اسب، شترها و گاوهای ویژه در مقایسه با جهان کار میشه. این نرا رو داریم میدیم تو گله‌های ایران. یعنی ما الان بوزای نیم کیلو 1 کیلو شیر رو رسوندیم به حدود 3 کیلو 3 کیلو و نیم شیر. راه اندازی اولین بیمارستان حیات وحش کشور، تأسیس سافاری پارک و ایجاد مقطع فوق دکترای دامپزشکی در آینده نزدیک خبرهای خوش این کارآفرینه. این بیمارستان و دهکده کارگاه و بیمارستان یک مرکز دانشگاهی ویژه حیات وحش باشه. وجه دیگر اقتصادی دهکده‌ای که کلاغش عاشق طاووسه و ببرش با سگ زندگی میکنه، جاذبه منحصر به فرد کشور که گردشگرانی از سراسر دنیا داره. مجموعه هایی رو در جای مختلف دنیا دیدم، اینجا در نوع خودش بی‌نظیره. 2 مجموعه دیگه هم شبیه دهکده طبیعت در استان البرز و تهران که با همت پسر و دختر آقای نوری راه اندازی شده. یک درمونگاهی داریم تأسیس می‌کنیم که انشاءالله یه درمونگاه نمونه‌ای توی بخش غرب تهران باشه. او گفت در بیانیه گام دوم رهبری می‌خوانیم ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهانه و شعار کاری او اینه: طبیعت زنده است. طبیعت را دوست بدارید. طبیعت شما را در آغوش خواهد گرفت. سمیه سفری، خبرگزاری صدا و سیما، بوستان باراجین، قزوین.